امروز همچنین در ناحیه شاهمنصوری پایتخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 را رسما افتتاح نمودند. بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 که جوابگوی استاندارد بین المللی می باشد در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به خاطر استقبال سزاوار از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. اون بهترین تحفه حکومت مملکت به محصلین و آموزگاران محسوب می شود. گزارش صدرالدین سراج‌الدین و اهل‌دین کریم. 15 ینور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه شاهمنصوری پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 را رسما افتتاح نمودند. بنای نو در کوچه دهلوی ناحیه شاهمنصور در جای بنای کهنه و فرسوده و یک آشیانه مؤسسه مذکور که سالهای 50 قرن گذشته ساخته شده بود قامت افروخته است. ای که کشور را چو خورشید منور کرده اید، مملکت را بوستان و سراسر کرده اید. هر کف خاکی وطن ماننده ایزر کرده اید، تاجیکستان را بلند از ماه و اختر کرده اید. مرحبا مرحبا ای پیشوا بر مکانی علم و فن، بر کناری کودکانی بختیاری این چمن. خوش آمده. انشاء 4 آشیانه نوبنیاد را ساختمانچیان زمانوی با استفاده از مصالح بلند صفت ساختمانی و با صنعت بلند معماری ملی بنیاد نمودند. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 با راهبری صاحبکار عبدالحلیم قادرزاده در مدت 1 سال و با جلب بیش از 100 نفر کارگران محلی انجام داده است. امروز برای صاحبکاران وطنی در مملکت بهترین شرایط جهت پیشبرد فعالیت فراهم می‌باشد. امتیازهای مقرر نموده دولت حکومت باعث بر آن گردید که بخش خصوصی رو بر روش نهاد. در زمینه دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون و در پیروی با اقدام‌های سازندگی شهرداری ما تصمیم گرفتیم در پایتخت مملکت چنین یک مؤسسه معاصر بنیاد نماییم. ما کوشش کردیم با استفاده از مصالح بلندصفت ساختمانی و دستگاه و تجهیزات‌های معاصر تعلیمی بنای مذکور را جوابگو به استانداردهای بین المللی بنیاد نماییم. در دوره ساختمان که 1 سال را فرا گرفت، ساختمانچیان پرتجربه و دارای ملکه بلند کاری را جلب نمودیم. بنای تعلیمی در مساحت 1820 متر مربع بنیاد شده، آن برای 2000 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. مساحت عمومی انشاءات با فراگیری قطعه های سبزکاری شده باشد 5500 متر مربع را تشکیل می دهد. با پرزیدنت مملکت اطلاع داده شد که بنا از 38 سیمخانه، 10 حجره کاری برای آموزگاران، کتابخانه، مجلسگاه برای 344 جای نشست، آشخانه، تالار ورزش و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. کتابخانه مؤسسه دارای 3600 نسخه کتاب درسی، 1400 نسخه کتاب بدیعی، 1000 نسخه کتاب بچگانه و 450 نسخه دستورهای تعلیمی است. مکتب پیشتر با سبب نبودن صنفخانه‌های جهازآمیزی شده، تکنولوژی معاصر و لابراتوری‌ها به نهایت تنقیسی می‌کشیدیم. خوشبختانه امروز به ما میسر شد که در مؤسسه نوبنیاد کار را ادامه دهیم. قرائتخانه کتابخانه با 40 جای نشست و 7 کامپیوتر فراگیر مقدار زیادی کتاب‌های گوناگون الکترونی میباشد. من خواننده صنف 4 در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 65 از روی ادبیاتی 3 اشتباه کردم و جای 3 رو خیلی من میدونم. من شما رو میدونم. داستانی میرسید میرشکر پیشلاقی طلایی. نشستم دوش با مردی کهنسال، عجب مردی سخنور بود و خوشحال. بود از پامیر آن مردی خردمند، حکایت کرد بر من شاد و خرسند. شنیدم من حکایت های او را، به نظم آورده بنویسم در اینجا. شنیدم از پدر این داستان را، پدر بشنیده از باباش آن را. ولی بابا زی باباهای دیگر
شنیدند این حکایت را برادر، هزاران سال گویا که از این پیش به وقت مردنش یک پری دل ریش. بیاران کرده است انسان روایت، کمی از سرگذشت خود حکایت. در ایام جوانی دوستانم که محکم بود زوری بازوانم، برای صید روزی رفته بودم، پی آهوی کوهی گشته بودم. گذشتم از بیابانها و کوهسار، مدارم رفت و افتادم چو بیمار. 2 روز و شب ندیدم راحت و خواب، دلم خسته و لب تشنه آب. چون نزدیک آمدم بر ساحلی وی، بنوشیدم ز آبش سیر گشتم. بگرفتم زور از نو شیر گشتم، ز بالا لبلبی جوبار دیدم. که آمد سیبکی سرخ دویدم، به استقبالش بگرفتم من او را. عجب سیب خوش طعم زیبا. باعث خرسندی و فرحمندی است که امروز در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بینای خوشساخت و با حشمت زمانوی تقدیم گردید. ما آموزگاران و خوانندگان از غمخوری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت در پیشرفت علم و معارف کشور سپاسگزاریم و از تشبث‌های سازنده و آینده‌ساز سرور ملت روح و الهام تازه گرفته تمام مهارت کسبی خود را برای تربیت نسل نورست در روحیه وطندوستی و میهن‌پرستی و بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان روانه می‌نماییم. Здравствуйте, уважаемый лидер нации! Здравствуйте. Уважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, дорогой наш президент Эмомали Рахмон, сегодня знаменательный день для всех нас. Благодаря вашей любви и заботе сегодня у нас открылась новая школа с кабинетами, оснащенными самыми передовыми технологиями, за которую, в свою очередь, мы выражаем огромную благодарность вам. Спасибо за мир и порядок, уют и рассвет на земле, за рост в азиатской стране, что вытеснил прошлый упадок. Спасибо, спасибо, наш лидер, вам за выход ускоренный к миру. ضمن شناسایی سرور دولت با امکانات تعلیم و تدریس در مؤسسه مذکور معلوم گردید که صنفخانه‌های فنی آن از جمله صنفخانه‌های لنگافانه، شیمیا، فیزیکا و بیولوژیا پوره با تجهیزات معاصر تعلیمی مجهز شده‌اند. در صنفخانه تکنولوژی اطلاعاتی 30 کامپیوتر وصل و نصب گردیده است که هر کدام آن به شبکه اینترنت پیوست است. آشخانه مؤسسه که در آشیانه یکم بنا جایگیر است، دارای 160 جای نشست میباشد و در آن با استفاده از تجهیزات معاصر به خوانندگان و آموزگاران خدمت رسانیده می شود. در آشیانه دوم بنا برای بلند برداشتن قابلیت ذهنی خوانندگان گوشه شاهمادبازی و در آشیانه سوم جهت ترغیب فرهنگ ملی گوشه هنرهای مردمی تشکیل کرده شده است. در تهخانه صنفخانه‌های کسب و هنر آموزی برای پسران و دختران، صنفخانه آمادگی ابتدایی حربی و انبار و بوخانه جایگیر می باشند. پیش از همه اظهار سپاس میnnetdاری و میnnetdاری کل آموزگاران این درگاه علم معرفت را به واسطه و پیشوای معظم ملت میرسانم. زیرا محض توجه و دستگیری به واسطه آن بود که امروز چنین یک مؤسسه تعلیمی باشکوه مجهز با تمام تکنیک و تکنولوژی معاصر ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. امروز من همچون یک آموزگاری جوان در این مؤسسه تحصیلاتی میانه از فن فیزیک تعلیم میدهم. به استفاده دادن چنین انشاءات زمانوی و معاصر برای خوانندگان و هم برای آموزگاران بهترین شرایط تعلیم را فراهم آورد.
نظام گرم‌دهی مؤسسه به شبکه متمرکز گرم‌دهی شهر پیوست است. جریان تعلیم و تربیت در مؤسسه مذکور با 32 عدد کامراهای مشاهده‌ای که در یک وقت امکان ثبت هم نوار و هم صدا را با صفت بلند دارند نظارت کرده می شود. امروز با دستگیری معارف پرورانه محترم پیشوای معظم ملت با ما مؤسسه تعلیمی و نو زمانوی با تمام شرایط‌های معاصر تحفه گردید. من از نام کل خوانندگان مؤسسه منتداری خویش را به محترم جناب عالی می‌رسانم و وعده می‌دهم که در سمت زبان آموزی از خود نمودن فن‌های طبیعت شناسی و ریاضی کوشش به خرج می‌دهم. از نام همدستگانم منتداری خود را به پیشوای ملت برای چنین مؤسسه نو زمانوی و تالار ورزشی معاصر بیان می‌نمایم. در این تالار امکانات همه نمود مسابقه‌های ورزشی بین مکتب بچگان گذرانیدن ممکن است. ما جوانان کوشش میکنیم که از این امکانات ثمرناک استفاده برده نامبردار کشورمان شویم. بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 که جوابگو با استاندارد بین المللی می باشد در دایره نقشه چهاربینی‌های مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به خاطر استقبال سزاوار از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده آن بهترین تحفه حکومتی مملکت به مؤثرین و آموزگاران می باشد. پیشوای ملت صفت کارهای ساختمانی و شرایط تعلیم را در مؤسسه نو بنیاد بهترین عنوان دادند. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امام رحمان با هیئت آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت ملاقات نمودند. ضمن صحبت سرور دولت از آموزگاران مسئولیت شناسی در کارهای تعلیم و استفاده ثمرناک امکانات معاصر را طلب کرده خوانندگان را به دانش آموزی و از خود نمودن کسب و هنر هدایت کردند.